آزادی، مبنا و اساس تمدن مدرن. تمدن انسانی تنها با رشد تکنولوژی یا توسعه شهرها شکل نمیگیره، بلکه با تحول در اندیشه و با تعریف مفاهیمی چون حق، شهروندی و آزادی هست که تمدن انسانی معنا پیدا میکنه. آزادی در نگاه نخست ممکنه که مفهومی بدیهی به نظر برسه، اما اونچه که ما امروز به عنوان آزادی میشناسیم نتیجه قرنها تفکر، مبارزه و آزمون‌های اجتماعی بوده. در سنت فلسفی لیبرال آزادی تعریفی دقیق داره. جان لاک، فیلسوف قرن 17، آزادی رو جدایی فرد از سلطه مطلق حاکم میدونست. اون میگفت انسان با حقوق طبیعی مانند آزادی، مالکیت و زندگی متولد میشه و وظیفه دولت نه کنترل این حقوق بلکه محافظت از این حقوق هستش. در قرن 19 جان استوارت میل به بعد اجتماعی آزادی پرداخت. به باور اون جامعه حق نداره که افراد رو وادار به همسان شدن کنه، مگر در جایی که آزادی یک شخص به آزادی یا امنیت دیگران لطمه بزنه. این دیدگاه‌ها پایه‌گذار مفهوم فردگرایی مدرن شدند و آزادی به معنای توانایی انسان برای انتخاب سبک زندگی خودش مفهوم پیدا کرد. بدون آزادی رشد فکری ممکن نیست. جامعه‌ای که در اون افراد از بیان آزادانه اندیشه‌های خود محروم باشند، در نهایت به رکود فرهنگی و علمی دچار میشه. لیبرال‌ها معتقدند که آزادی شرط لازم برای پیشرفت در علم، سیاست و اخلاق هستش. اگر انسان نتونه خطا کنه، تجربه کنه و مسیر خودش رو انتخاب کنه، نه مسئولیت پذیر خواهد بود و نه خلاق. همچنین آزادی پیش شرط عدالته. یعنی بدون آزادی مفاهیمی مانند عدالت، برابری یا قانون قابلیت تحقق ندارند. چون این مفاهیم فقط و فقط موقعی معنی پیدا می‌کنند که نیازمند مشارکت آزادانه شهروندان باشند. تهدید آزادی همواره تنها از سوی دولت‌های خودکامه نبوده، بلکه گاهن اکثریت جامعه با تحمیل هنجارها یا باورهای خودشون آزادی اقلیت‌ها رو محدود می‌کنند. جان استوارت میل به این پدیده استبداد اکثریت میگه که حتی در جوامع دموکراتیک هم که تصمیمات بر حسب رأی اکثریت گرفته میشه میتونه اتفاق بیفته. اون هشدار میده که نه فقط دولت بلکه جامعه هم میتونه ابزار سرکوب فردیت بشه. آیزایا برلین در قرن 20 دو نوع آزادی رو تعریف کرد. آزادی منفی که رهایی از مداخله بیرونی هستش، یعنی که یک شخص آزاد باشه برای تصمیم گیری برای زندگی خودش، و آزادی مثبت یعنی توانایی داشتن برای تحقق بخشیدن به خویشتن. اما برلین این هشدار رو هم میده که گاهن قدرت‌ها با سوء استفاده از مفهوم آزادی مثبت به جای ایجاد توانمندی بهانه‌ای برای کنترل میسازن و به نام آزادی رو از اشخاص و شهروندان میگیرند. در دوران مدرن فناوری نیز به تهدید جدیدی برای آزادی تبدیل شده. ردیابی دیجیتال، داده‌کاوی و کنترل اطلاعات شکل تازه‌ای از سلطه‌ای که دیگر از بیرون نیست بلکه از بطن سبک زندگی ما تنیده شده. حالا وقتی به آزادی دسترسی پیدا کردیم چطوری میتونیم از آزادی محافظت کنیم؟ پاسخ این سوال ساده نیست ولی سوال روشنیه. حفظ آزادی نیازمند آگاهی عمومی، نهادهای مستقل و شفافیت قدرته. آزادی در خلا نمیتونه دوام بیاره. باید در بستر قانون نهادینه بشه و از سوی شهروندانی آگاه و مسئول مورد دفاع قرار بگیره. نهادهای مدنی، رسانه‌های آزاد، قوه قضاییه مستقل، همه اینها سپرهایی هستند در برابر تمرکز قدرت که میتونه آزادی رو محدود کنه. اما شاید مهمترین این ابزار آموزش باشه. نسل‌هایی که تفکر انتقادی نیاموزند به راحتی در برابر اقتدارگرایی تسلیم خواهند شد. در نهایت باید بگیم که آزادی تنها یک حق نیست، یک وظیفه تاریخی و عقلانی نیز هست.
حفظ آزادی مستلزم توازن دائمی میان فرد و جامعه است، میان قدرت و قانون و میان خواسته ها و مسئولیت ها. لیبرال ها باور دارند که بدون آزادی هیچ جامعه‌ای پایدار نمیمونه، چرا که تنها آزادیه که به ما امکان میده اشتباه کنیم، اصلاح کنیم و دائما بهتر بشیم. در نهایت آزادی یک پروژه پایان ناپذیره، پروژه‌ای که در هر نسل باید از نو تعریف، دفاع و بازسازی بشه. آزادی تنها آغاز انسان بودنه.